وجه اخیک صدقه، بر چهره برادرت نگاه کردن، تبسم کردن صدقه است. پس قوام گرفتن گناه بوده است. پس نرمی صحبت کردن این خودش عبادت بوده است. پس طور شروع بودن، سخت گپ زدن این خودش مضمون بوده است. برای خاطر اهل علم همگی نوری دیده هستند، تاج سر هستند. اهل قرآن همگیشان نوری دیده هستند. یک مسئله دیگر این که امروز اکثر اهل علم ها دنباله مطالعه علمی ندارند، دنباله مطالعه علمی نیستند الا ما شاء الله، مگر چندین افراد. وگرنه اکثریت اهل علم امروز مطالعه ندارند، از این چیزها دور شده ایستادند، روز بر روز. در یک محفل، در یک مجلس اهل علمی را که ما دیدیم که بالاتر از ما هست، مطالعه اون بالاتر است، مفهوم اون بالاتر از مفهوم ما هست، او را خوب استفاده برند. در کتاب قوانین علم بیان میکند که اهل علم در یک روز مبارکش در 24 ساعت حد اقل 2 ساعت روزش، 2 ساعت وقتش در مطالعه کتاب بگذارد. 2 ساعت وقتش نمی شود که علم بدون مطالعه بگذارد برود، نمی شود. بقدر کد تکتسب المعالی و من طلب العلا سهر الليالي. علما را الله سبحانه و تعالی بقدر اندازه مشقت و زحمت هاشون الله سبحانه و تعالی برای اونها علمشان میدهد و به قدر شب بیداریشان الله سبحانه و تعالی برای اونها را مقام مرتبه بلندی میدهد. اینهایی که اینجا هستن، نشستگی هستن، خود به خود همس اومدگی هستن؟ نه، اینها را الله سبحانه و تعالی میارد، اما آوردن اینها هم تا خود به خود نیست، زحمت ها هستند. حضرت رسول صلی الله علیه و سلم برای حضرت علی فرمودن، گفت یا علی، گفت العلم لا یعطى بعده حتی لا تؤتی کلک. گفت علم ذره ایش برای تو رو نمیدهد تا مادامی که تو کل تبع علم نتی. کل تبع علم دادن معناش چیه میدونی؟ معناش ایه که من 10 سال پیش، 7 سال پیش، 4 سال پیش، 15 سال پیش من فلان کتاب خوندگی بودم، همین قطعی تمام شد. این خیلی نمیشه. 5 سال پیش خوندگی هستی، 10 سال پیش خوندگی هستی، اما همون علم باید استمرار دوام بیاورد. همون علم باید باری در بار او را تکرارش میکنی، مذاکره میکنی. با سبب مذاکره کردن علم برقرار میشود، اما با سبب مذاکره نکردن، با سبب مطالعه نکردن اثر میرود. خوانده نخوانده برابر شد، فضل خدا صادر شد، دیگر یک نام خالی میماند، فلانی داملا هست، نام خالی. العلم لا یعطى بعضه حتی لا تؤتی کلک. علم ذره ایش برای تو را نمیدهد تا مادامی که تو کلت را برای علم نتی. مطالعه را بیشتر باید کرد. با اهل علمی که بالاتر از من و تو مطالعه دارن، با اونها ارتباط برقرار باید کرد، باید با اونها رفت آمد کرد. نمیشه که با یک نام خالی. و این را خوب بدانیم. هر باری که الله اکبر، باور بکنید یک حدیثی چندین مرتبه من او را نظر میکنم، هر باری که او را نظر میکنم من خوابم نمیبرد. والله اگر حضرت رسول صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارکشان برای اهل علم یک ارشادی که ایمان اون اهل علم میتکاند، او را از خواب بیدارش میکند، چون این ارشاد فرمودن که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن آیا میدانید که اولین کسی که وارد جهنم میشود کی هست؟ اولین کسی که وارد جهنم میشود کی هست؟ شرابی؟ نه. زانی؟ نه. قماری؟ نه. فحشه؟ نه. بدکار؟ نه. کی؟ گفتن اول من تسعر به نار جهنم. متن حدیث همین است. اول من تسعر به نار جهنم. جهنم که خودش تیار است، آماده هست. جهنم خودش آماده هست، تیار است،
اما آتش اون جهنم را دو چند برابر میکنن با همین اهل علم. با همین اهل علم. اول من تسعر به نار جهنم العالم. العالم. روز قیامت عالمی را میارن، الله سبحانه و تعالی از اون مسئله میکند من برای تو علم دادم، علم آموختی، چی کار کردی؟ اون میگه پروردگارا من چنین کردم چنان کردم، درس گفتم، نصیحت کردم، امر معروف کردم و غیره و غیره. الله سبحانه و تعالی میگه درو گفتی، نیت مرام تو خراب بود. برای خاطر یکی از سرچشمه هایی که الله سبحانه و تعالی برای انسان علم او را تقویت میدهد این اخلاص است. اخلاص است. اگر در آموختن علمت اگر اخلاص کامل نداشته باشی، والله اگر اون علم روز قیامت درد سرت می شود. برای این خاطر بعد تلاوت قرآن ها من شما دعا میکنیم که اللهم اجعل القرآن لنا اماما و نورا و هدى و رحمه، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. قرآن یا شهادت خوب برای تو می شود یا اینکه شهادتی بد می شود. علمم چنین است. علمم چنین است. از اهل علم باید استفاده برد. اهل علم را احترامش را یکی از واجبات دین بدانید. از اهل علم استفاده خوب برید. امروز اهل علم هایی که بودن دیگر نیستند. دیگر نیستند. چند افراد که مانده گشته الله اکبر. الله سبحانه و تعالی را پیامبرش فرموده که از قشلاق خداوند اهل علمی رو که برداشت شما منتظر گمراهی اون قوم باشید. منتظر گمراهی اون قوم باشید. از اهل علم استفاده ببرید. استفاده برای صحبت های دینی که در همه جا می شود، اما خصوصا جمعیتی که همگیش اهل علم هستند از اونها باید مسئله های نازک و لازمی رو باید از خود بکنیم. موضوعی در بابت نکاح هر کجا هست، موضوعی در بابت مولود هر کجا هست، اما موضوعهایی که مهم هستند، موضوعهایی که داخل روز هستند، موضوعهایی که خصوصا برای من یک طالب علم ضعیف لازمی را باید مطرح کرد. برای این خاطر الله سبحانه و تعالی مقام اهل علم را بلند کردن و فرمودن که یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اونهایی که صاحب علم هستند آنها را الله سبحانه و تعالی درجه بلند دادگی هستند. لیکن اهل علمشان قوت حاصل میکنند با تقوا. همون طوری که عطای مولا الله جزای خیرشان بتن در بابت تقوا گفتند